سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. سرخط خبرها: اتحاد بین المللی وکیلان مدافع از مقامات تاجیکستان طلب کرد تهدیدها علیه وکیلان دفاع را بس کند. در ناحیه نورآباد مقامات راه نوی پولکارکنی را کشف کردند. آنجا از هر دعوت شونده به خدمت حربی 250 سامانی می‌ستانند. تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل از همه کم معاملات مالی داشته است. اتحاد بین المللی وکیلان مدافع خواستار پایان دادن به تهدیدهای آژانسی ضد فساد در تاجیکستان علیه وکیلان مدافع در این کشور شد. در بیانیه این نهاد بین المللی تاکید می شود که 15 وکیل مدافع تاجیکستان که برای دفاع از حقوق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده همکار خویش اقدام کرده اند در حال حاضر تحت فشار شدید کارمندان آژانسی ضد فساد قرار دارند. عبدالرحمن زاده گفته است که کارمندان این نهاد با بازداشت غیر قانونی وی را مورد شکنجه قرار دادند تا برای متهم کردن یک کارمند دادگاه ناحیه ورزاب با آژانسی دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان همکاری کند. در حال حاضر این وکیل مدافع تاجیک در بازداشت خانگی به سر میبرد و علیه وی به اتهام کلاهبرداری پرونده جنایی تشکیل شده است. همچنین کارمندان این آژانس سیدبک نوریدینوف مدیر مرکزی وکیلان مدافع تاجیکستان و 15 همکار وی را که برای دفاع از حقوق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده اقدام کردند مورد تهدید و فشار قرار دادند تا دست از این کار بردارند. سازشنامه آماده شده نسخه اول رو امضا میکنه و گرفته از در میبرد و کارمندان فوری در اومده ادوکات ما را دستگیر میکنه. در همه حالتی دستگیر کردن پس از اون نسبت وی در خط هم واقعا همین شکنجه تطبیق شده است در حجره کاری وی. در این بیانیه به موردهای زیاد از فشار، زندانی کردن و شکنجه تعداد از وکیلان مدافع در دفاع از حقوق زید سیدوف فعال بخش خصوصی و 13 اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز اشاره شده است. زمینه و عامل و سبب اساسی نامکملی قانونگذاری، نابرابری اشتراکچیان در مرافعه و بی‌قدر بودن فعالیت ادوکاتی در نظام عدالتی سود است و دوم گروه‌های معین متشکل و منفعت‌دار نمی‌خواهند که آنها تحت نظارت جامعه شهروندی، احزاب سیاسی، پارلمانی و از جمله ادوکات‌ها نیز باشند، زیرا که منفعت‌های آنها خلل‌دار می‌گردد. در دیگر جامعه یک ذره آزاد و مردم سالار اگر 15 نفر ادوکات مراجعت کند و اون دسترس جامعه و دولت شود و طریق نهادهای امنیتی و مقامات دیگری وکالتدار دولت دسترس پرزیدنت کشور باشد، پس هم پارلمان و هم ریاست جمهوری دولت عکس العمل نشان میدهند یا خود صحبت انجام میدهند و به خلاصه میآیند. ولی چون در ما این گونه فرهنگ وجود ندارد و میان رسمیات و واقعیت ها تفاوت ها نهایت زیاد می باشند، این باعث تأسف است. در ناحیه نورآباد مقامات راه نوی پولکارکنی را کشف کرده اند. آنجا از هر دعوت شونده 250 سامانی می ستانند. طبق اطلاع منابع پیام، حداقل در جماعت دهات حکیمی این ناحیه رئیسان محله موظف شده اند از دعوت شوندگان به خدمت حربی پول جمع آوری کنند. یک منبع از دهه تگ کمری جماعت حکیمی خبر داد که رئیس محله نور سعیدوف خانه به خانه مردم، آنهایی که جوانان سن دعوت حربی دارند، گشته و اعلان کرده است از سر هر دعوت شونده باید 250 سامانی پرداخت کنند. عائله های هم هستند که 3 فرزند سن دعوت دارند و موظف شدند 750 سامانی برای رئیس محله بپردازند.
در همین حال هیچ رسید یا حجت دیگری برای پولهای گرفتهشان نمیدهند. سعیدوف گفته است او این کار را با سپارش رئیس جماعت خلیل رازقوف انجام میدهد. هر سال در موسم دعوت جوانان به خدمت حربی، مقامات محلی در تاجیکستان اصولهای نو و نوی پولستانی را از مردم و جلب جوانان را کشف میکنند. در موسم بهاری در جماعت‌های واروخ و چارکوهی ناحیه اسفره، شعبه وزارت کارهای داخلی و شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در این ناحیه والدان جوانان سن دعوت به ارتش را به حبس گرفته بودند تا فرزندان ایشان برگردند. با این راه آنها نه تنها 10 نفر را برگردانیده به ارتش گسیل کردند، بلکه از 10 والدان دیگر به عوض رهایی از 500 تا 2000 دلاری رشوه گرفتند. ماه اوگوست سال جاری نیز رسانه‌ها خبر دادند فروش بلیط‌های هواپیما در این ناحیه به جوانان سن دعوت به ارتش منع شده است. معاملات مالی از همه کمتر بین کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نیم ساله اول سال جاری در تاجیکستان به قید گرفته شده است. این و چند خبرهای دیگر را همکارم امیر به شما گزارش می‌دهد. معاملات مالی از همه کمتر بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل نیم ساله اول سال جاری در تاجیکستان به قید گرفته شده است. حجم عمومی گردش سودای بیرونی تاجیکستان دوام ماه‌های ینور ایون سال 2019 کمی بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل داده است. طور کمیته بین دولتی آمار اتحاد دولت‌های مستقل خبر می‌دهد اندازه نسبتاً پست معاملات مالی خارجی در قرقیزستان 3 میلیارد و 200 میلیون دلار، ارمنستان 3 میلیارد و 500 میلیون دلار و مولداوا 4 میلیارد و 100 میلیون دلار ثبت شده است. در این دوره حجم از همه بیشتر گردش سودای خارجی بین کشورهای اتحاد در روسیه 318 میلیارد دلار ثبت شده است. در زینه بعدی اوکراین 52 میلیارد دلار، قزاقستان 45 میلیارد دلار، بلاروس 34 میلیارد دلار، آذربایجان و ازبکستان 17 میلیارد دلاری قرار دارند. طول 6 ماه سال جاری کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به صورت عموم در حجم 500 میلیارد دلار معاملات مالی انجام داده‌اند. در همین حال بجز روسیه زیادتر از 93 میلیارد دلار، قزاقستان بیشتر از 11 میلیارد دلار و آذربایجان کمی بیشتر از 3 میلیارد دلار قریب در همه کشورهای دیگر اتحادیه‌های دولت‌های مستقل توازن سودا منفی صورت گرفته است. کمبود توازن سودای تاجیکستان دوام 6 ماه اول سال روان نزدیک 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان از ینور تا ماه اوگوست سال جاری جمهوری تاجیکستان 654500 تن غله و 28600 تن آرد به نرخ میانه هر تن 240 دلار وارد کرد. یعنی عین حال یک خلطه آرد 50 کیلویی با ارزش میانه 110 سومونی به تاجیکستان وارد شده است. حال آنکه امسال نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان از 160 تا 210 سومونی است. در مقایسه با همین دوره سال گذشته واردات غله 7.1% و آرد 50.5% افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال در 291510 گکتار زمین غله کشت شد. در این مدت 916000 تن غله از جمله بیش از 744400 تن گندم حاصل برداشته شد. در حال وزارت کشاورزی از افزایش واردات آرد و غله گزارش می‌دهد که بنا به اطلاع خبرگزاری نستایش در طول 2 هفته اخیر نرخ آرد 2 مرتبه هر بار 15% قیمت شد. طبق گزارش برنامه عمومی جهانی آذوقه‌واری سازمان ملل متحد 17% ساکنان تاجیکستان همگی برای خوراک یک روزه قدرت 85 سنت یا خود 8 سومونی صرف کردن را دارند. کمیته حمایت از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان دعوت کرد که
قضیه ظاهراً مخصوص دستنارس شدن وبسایت های مدیا گروه آزیا پلوس را تحقیق نماید و دسترسی به این رسانه را تامین کنند. کمیته حمایت از ژورنالیستان که مقرش در نیویورک است با نشر اظهارات 10 سپتامبر نوشت که از 19 آگوست به این طرف 2 وبسایت و ایمیل های کاری شرکت آزیا پلوس کاملا از فعالیت ماندند. گفته میشد در اسم دومینی وبسایت های news.tj و aziaplus.tj مخصوصا تغییرات وارد شده که همین چیز باعث دستنارس شدن مطالب آزیا پلوس شد. متخصصان فناوری های اینترنتی حالتی را که آزیا پلوس به آن دچار شده است همچون حالت هکری شرح داده این عمل را دخالت ماهرانه به فناوری های نوین عنوان کرده اند. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید با این حالت هیچ ربطی ندارد، اما امکان حل شدن این مشکلات اگر خدمات علاقه اراده داشته باشد در فرصت کوتاه امکان پذیر است، اما نزدیک 1 ماه است که حل نمی شود و یا به درازا کشیده شده است. قبلا منابع پیام اطلاع داده بودند که شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهد مدیا هولدینگ آزیا پلوس را غصب کند. در قسمت سرحدی قرقیزستان و ازبکستان در منطقه آبانبار کرکیدن میان ساکنان محلی و ارتش ازبکستان مناقشه رخ داده است. طور سامانه سپوتنیک قرقیزستان خبر می‌دهد نمایندگان قواهای مسلح ازبکستان با کشیدن سیمخوار سرحد شروع کردند، اما این اقدام نظامیان ازبک باعث ناراضگی ساکنان نزد مرزی قرقیزستان شد که در نتیجه میان دو جانب مناقشه برخاست. نظامیان ازبکستان میگویند آنها در مکان خواستند سیمخوار گذارند که پس از سازشنامه دو جانبه به حدود کشورشان داخل می شود، اما ساکنان قرقیز برینند که مکان مذکور تا حال علامت گذاری نشده است و آن را نباید جانب به منصوبیت کشور خود شامل کند. ضمناً گفته می شود که پس از سر زدن زد و خورد میان نظامیان و افراد ملکی با مکان درگیری حاکم ناحیه اروان قربانبک ایتنبکوف حاضر شد. خبر داده می شود که مقامات امنیتی میان ساکنان هر دو طرف کارهای فهماندهی گذرانیده تجمع مردم را پراکنده نمودند. این بود شرح خبرهای امروز. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نت پیگیری کنید. هر خبر و رویدادی را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام‌رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. ماندن یک معقول شد را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر.